237 اعدام در 5 ماه نخست سال 2024، اعدام 64 زندانی در ماه مه. در طی ماه مه 64 زندانی در 18 زندان مختلف ایران اعدام شدند. در 5 ماه نخست جاری میلادی از 1 ژانویه تا پایان ماه مه 2024 به 237 تن رسید. 4 زن در بین این اعدام شدگان وجود دارد. در سال جاری رژیم ایران حکم اعدام برای زن روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر پخشان عزیزی صادر کرده است. سلولی که ماهاست با آن تنهاست. زندگی در مرز بود و نبود را با تمام وجودمان حس کرده ایم، زیسته ایم. دیگر نه تنها زمان بودن که چگونه زیستن است. بازداشت زنان و محکومیت زنان یک روند تبعیض معمول در جمهوری اسلامی است. در جریان جنبش انقلابی ژنژیان آزادی، فشارها برای فعالین زن ابعاد شدیدتری به خود گرفته بود. جمهوری اسلامی به شکل سازماندهی شده‌ای همواره از ابتدای ظهورش تلاش کرده است که عرصه ظهور فعالیت اجتماعی سیاسی و حقوق بشری را برای زنان تا جای ممکن تنگ کند. زنکشی بالاترین سطح بروز زنبیزاری و زنستیزی در جامعه است. قتل‌های منتسب به قتل‌های ناموسی تنها بخشی از زنکشی‌ها را شامل می‌شوند. ریشه اصلی زنکشی در جوامع تاریخ مناسبات و قوانین مرد سالار و زن ستیزانه است. مردانی همچون پدر، برادر و همسر و دیگر بستگان به جای اینکه نقش حمایتگر از زن را داشته باشند، بیشتر نقش قاتل و سرکوبگر را در خانواده ها ایفا می کنند. اعدام زنان در 5 ماه اول سال 2024 میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 67% افزایش داشته است. در 5 ماه اول سال جاری 10 زن اعدام شدند. در 5 ماه اول سال 2023 6 زن اعدام شده بودند. اتهام 60% از 10 زنی که در 5 ماه اول سال 2024 اعدام شدند مربوط به مواد مخدر بود. در 114 کشور دنیا مجازات اعدام از قانون حذف شده است. در 23 کشور دنیا اعدام از قانون حذف نشده، اما دست کم 10 سال است که انجام نشده است. در 9 کشور مجازات اعدام تنها برای جرایم بسیار سنگین چون جنایت جنگی در نظر گرفته شده است. در 56 کشور دنیا اعدام در قانون است. دار زدن در بسیاری کشورها از جمله ایران، عراق، افغانستان و ژاپن وجود دارد. ماه آگوست 2024 دست کم 23 زن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند که 17 مورد آنها توسط افراد نزدیک خود از جمله همسر، پدر و پسر خود به قتل رسیدند. 13 زن توسط همسران خود، 2 زن توسط پدر، 2 زن توسط پسر و 6 زن نیز به دست افراد ناشناس کشته شدند. از اکتبر 2023 تا اکتبر 2024 31 مورد اعدام زنان ثبت شده است. اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی اند که در برابر قوانین مرد سالار و سلطه‌گرانه
حاکم می ایستند و بیشتر عاملان قتل نیز یکی از مردان طایفه اند که خود را مالک زن و بدن او می دانند. به خاطر سانسور خبرها و پنهان کردن قتل زنان در کشور آمار دقیقی در دست نیست.